خوش اومدید به یه دوئل خانوادگی. امروز قراره با خواهر کوچیکم بریم داخل مپ بزرگ شیپمنت یه دوئل چالشی بزنیم و اگه تونست 10 تا کیل بزنه یه دونه گوشی واسش میخرم که به جمع ما بپیونده، کالاف باز بشه. درست دیگه کالاف نداره بچه، چیکار کنم؟ ولی اگه تونست 15 تا کیل بگیره قراره اکانت داشمزیار رو بهش بدیم. اینه. آره الان واسه خیلیاتون سواله که داشمزیار یکی کالاف باز نیست، حداقل یکم چالش راحت‌تر بهش بده. قراره ببرمش داخل بتل رویال هم بهش چالش بدم. آره ولی قبلش این لایک ایدی تو یه لایک بزرگ بیام، می‌خوایم بنو بچه‌ها بهش حمله کنیم. لایکو بکنید بچه‌ها. و اما برندگان چالش بتل پس، این عزیزان، این دوکشای خودم بچه، شما برنده بتل پس شدید. توی تلگرام به داشمزیار پیام دید اینطور تلگرامو بذار. لیتس گو بچه‌ها. خیلی خوش اومد. ببین این ایشون رو که می‌بینید خواهر بنده است. سلام بچه‌ها، چطور؟ آفرین سلام میکنه بچه، بلد سلام کنه. الان اینجور نبینینشا، یه آدمیه بچه، یعنی دیگه خودتون این تو این سن چقدر پدر آدم در میارن. امروز قراره یه چالش بدم آقای غزل آرت. بله بفرمایید. چرا یه خجالت میکشید؟ تا 2 دقیقه پیش بچه‌ها ما هم دیگه رو میکشیدین و یه خواهر بزرگتر دارم بچه‌ها، خودشون اینقدر دعوا میکنن. الان اینجا بچه مثبت چرا درجان چیه؟ ببین یه چالش واسط دارم. قراره یه دوئل بزنیم و چون بچه اصلا نمیدونه کال آف دیوتی میدونه ولی خب دیوایسش اوکی نیست بچه، توی این ویدیو میخوام یه چالش بهش بدم که اگر تونست اون چالش رو پیروز بشه یه گوشی واسش میخرم که اینم کال آف نصب بکنه و بیاد تو خانواده کال آف دیوتی. بزن اون لایکو. آماده دیگه؟ اگه 10 تا کیل گرفتی 10 میلیون برنده میشی. اگه 15 تا کیل بگیری اکانت من برنده میشی. خب شاید میگه اکانت مرزه چی داره؟ اصلا هیچی نداره، فقط بذار نشون بدم غزل اکانت من چی داره. غزل کالکشن را مشاهده میکنی، انواع و اقسام گان از رنگ‌های مختلف، قرمز، لجند و کرکتر. دختر داره، دختر و میدونی اگه اینو ببری میتونی بفروشیش چی بخری با پولش؟ 207. نه با پراید نه 207. خب بچه آماده ای که آماده ای دیگه ها؟ خب بریم. خب آقا من با اسنایپم. غزل تو نگاه نکن تو دست من. سلام بزن منو دیگه، بزن. یه شاد. غزل چی شد؟ هی میگفتی میزنم پارت میکنم. من اینجا کف کردی. آره کجایی غزل؟ پیدات نمی کنم. کجایی؟ به این میگن چی غزل؟ چرا صدا در نمیاد؟ بچه خجالت میکشی واقعا. کاشکی بچه همیشه اینجوری بود ولی متاسفانه. خب غزل بنگ، غزل بنگ کجایی؟ بی جلو ببینم. 2-0 عربی ها. کمپ میکنی. سلام بیجا. چرا نمیخوره؟ خوشحالی؟ یکی زدی. 9 تا دیگه مونده تا به گوشی برسی، تا بیای به خانواده یا عمل فست. کجایی؟ خب جناب غزل بنگ خوش اومدی به خانواده بیگ بنگ. حالا من نمیام پایین، همونجا وایسا. اگه منو پیدا کردی من بالا. خب بزنم. جان بچه غزل چیتره. بیا جلو ببینم. میخوام باید سخت بگیرم و سخت. بچه میخوام خیلی حرفه‌ای بگم با غزل. اومدم جلو. یه جلو. غزل خیلی نوبیا، خیلی نوبی. میخوام فشاریت کنم غزل. بچه من مریض شدم، آب مماخم هی میاد. کجایی؟ غزل خیلی نوبیا. بچه حق داره وقتی خواهر منه دیگه چه باید کرد؟ میدونید چی میمونه؟ مثل اینکه شما برادر داشمزیاری به خاطر این بازی تو خیلی خفنه دیگه. داشمزیار داشتتونه. داشتتم به مولا. حالا میشه حستو به بچه‌ها بگی اینقدر ساکت نمونی؟ بابا حرف بزن. هیچ حسی نداره. نمیخواد نگاه به دوربین نکن، با من حرف بزن. اصلا با من حرف بزن. من خودم نگاه به دوربین میکنم. این چی تو دستت؟ اسلایم میگیری چرا تو دستت؟ بذار منم گان بیام تو دست. وایسا. کج کمپ کردی؟ نه دام بیارم دوباره. کو 5 تا دیگه میخوای تا به گوشی برسی. هاش خانم دیدمت. کجایی؟ همیشه بهت گفتم کجا تو نگاه کن. کجا؟ همین 2 دقیقه پیش بهت گفتم پشت سرتو نگاه کن. بابا امشب دیگه من بهت چیزو دادم دیگه بهت فرصتو دادم خانم غزل بنگ. نه بابا هنوز مونده. ببین این مرحله رو با 5 تا کیل تو گذر. چرا الان مثلا نگاه میکنی میتونی بزنی. بیا
خسته نباشی. مرسی. کجایی؟ کجایی؟ تو کجایی؟ بابا ایزی. ببین 2 دقیقه وقت داری تا چالش اول غزل. چالش بعدی میبرم دیگه جای دیگه توی بتل رویال. قراره بچه‌ها بتل رویال هم بریم. ببین 5 تا اینجا زدی تو بتل رویال میتونی 5 تا وقت داری بزنی. اگه نتونی تو تو بتل رویال ببین تو بتل رویال 5 تا کیل بزنی منو نمیخواد بزنی، همینجور انمی بزنی میری واسه گوشی. 1 دقیقه وقت داری غزل. 1 دقیقه بچه 1 دقیقه وقت داری. بیا جلو روانی هم داشت. تو میری عقب من میام جلو. تو کجایی؟ اینها روانی هم غزل. من یه آدم روانی هم میدونی روانی. چه تیمارستان؟ خود چون روانی هم تیمارستان. این اینجا برمیگردی بعد میخوابی. به این میگم موومنت رو بیا. یعنی بازی صحبت. کجایی؟ آروم بازی کنم. زدم. آفرین آروم بازی کردم. خب دیگه تایم تموم. 7 6 5 3 2 1 و تمام. تو توی چالش اول 6 تا تونستی کیل بگیری که تو واسه این که برنده گوشی بشی به 4 تا کیل نیاز داری. واسه این که بخوای برنده 207 بشی ماشین جدی میگم اگه 15 تا کیل بگیری. چالش دوم. غزل خانم قراره ببرم داخل بتل رویال و بهت اجازه بدم 4 عدد کیل بزنی. کیل چیز؟ همون انمیا رو که بزنی بکشی و بهشون فوش بدیه. که فوش ندی بچه زشت. خب بذار برم یه جایی که بتونی پلی بدی. میخوای برو هر جایی که دوست داری. من میرم توی یه جایی که زیاد انمی باشه. یه گان بده. او انمی اومد. کجا میرید عزیزم؟ بیا با هم بریم. کجا با این عجله دایی؟ کجا رفت؟ غزل رو داری میذاری کثافت. اومدم کاورت آجی. آره بابا آجیمه تازه بازی رو نصب کرده. مزیار رو میشناسی؟ داداشمی مزیار تو رو خدا بیجون کو بنازم آجی بنازم مزیار. بیا بذار بزنتت. قرار چالش بره. بیا قرار چالش بره. بیا بزنتت. نگاه نمیخوام بزنیشون. نگاه که خودشون نمیذارن. ببین خود طرفدارام هم راضی نیستن من گوشی بخرم. هزینه نباید کرد. ولی یه دونه زدی تا حالا. 3 تا دیگه مونده. بچه‌ها شما اجازه میدین خواهرم شما رو بزنه؟ بگو نمیتونه بزن تو فقط تو رو خدا بزنش پشتت قربونت بشم عزیز من. خودش داره میگه بزن. عشق من این بچه. شما باعث شدید بچه غزل گوشی بخره بیاد کالاف نصب کنه. اسم تو چیه؟ آرمین صابری ام من. آرمین صابری عشق منی. خب چند تا زدی تا حالا؟ 3 تا زدی. 1 دونه دیگر نیاز داری. بذارم کمکت. اومدم کمکت غزل. برادر اینجوری پشتت رو گرم میکنه آجی. نگاه کن پشتت همیشه داشت هست. به سلامتی همه برادر خواهرای توی زمین یا امام حسین. این چی بود انداختی؟ تو خودت زدی اسکو. من دارم یه ساعت به سلامت میخوای منو بکشی؟ نه به سلامتی. بیا بشین بریم. بیا بشین سوار موتور. بیا بشین. 1 دونه دیگه بزنی میدونستی گوشی میخرم واسه نزنی زیر پامون. اینو بزنی میمیریم 2 تامون آجی. بیا اون میشه اونو بندازی خواهر گلم. اونو بذار زمین. اینو بردار. این گانر رو بردار. اون اگه ما رو میکشی الان واقعا. اینو بردار. پیاده شو آجی. پیاده نگاه کن. این به این با این پیاده میشه. با این بردار. اینو بیا با من اسکل. نه اون سوار ماشین. بابا بیا پیاده شو یه دسته. بیا بشی سوار. یه دونه کیل میخوای بدو بشین. وایس اول مدی که تو بزن نمیری آجی تو زون. وایس جونت پرشه. اینجا من پشت سرتم. نگاه کن سوار هلیکوپتر میبینی چیه؟ بیا بشی سوار. به خدا قسم بچه لایکای این ویدیو بالای 5k رسید با بابام دوئل میزنم. با بابام. وایس صدا من میخوام بفرستمت وسط. اون اول بیا ریکاوریت کنم غزل اینجا. نزن اسکل میتره که پیاده شو. اینو بنداز. میشه یه لحظه اینو بذاری تا ما رو نکشی آجی. ول نمیکنی. اینو بنداز. مرسی. بیا میخوایم با اینا فایت بدیم. بذار اوه نکشت. کجایی تو؟ دارمش من اسکل دارم با استنجی میرم. اومدم سراغت. خواهر منو میزنی ها؟ بیشرف اومدم. یه مومنت میزنی. یه مومنت دیگه نایفت مکنو. نترس ریوایوت میکنم. اینجوری هوا تو دارم غزل.
از 1 تا 10 به برادر چند نمره میدی؟ 20. ولی اینا فایده نداره، باید 1 کیلو دیگه بذاری تا واسط گوشی بخرم. می‌دونی کاور یعنی چی؟ نه تو نه خب بگو واسه بچه‌ها بگو نه، توضیح بده. نمی‌دونم. ببین کاور دادن یعنی اینکه یکی کاورت بده. خب من واقعا نمیدونم معنی. بچه شما میگی کاور دادن یعنی چی؟ ببین کاور یعنی یکی پشتت باشه، کاورت بده، محافظ جانت باشه. یعنی توی فایت هستی من بدو میام. کاور تایم نداری یا 2 دقیقه بیشتر وقت نداری تا بتونی یه نفر رو بزنی. خودم هم کمکت میدم، بیا بریم سوارت کنم. بعد یه جبیر سوارشو بریم، سوارشو با ماشین. ببین بچه خیلی چیزا یادش دادم. مثلا یه سری کلمه‌ها هستن. نوب یعنی چی؟ تو بیا غزل برو انمی پایینو بزنش. تو میتونی. بکش. بردم. آفرین برنده گوشی شدی شما. خب بچه ها بالاخره بردم. گوشی هم داره دیگه. چیزی بچه ها دمتون گرم که تا آخر ویدیو بودید. چرا دردا من دارم واسه غزل گوشی میخرم، قول میدم داخل کامیونیتی پستم میذارمش. یه گوشی 10 تومن، گوشی 10 تومن دلار 90 تومن شده. نوکیا نخریم. عاشق نمی خیلی زیاد. یه خداحافظی با بچه‌ها بکن. بچه ها خداحافظ. خیلی خوشحال شدم که اومدم. نمیدونم چی بگم. پیس اوت.